دیگه یه دونه از این اشتباهاتو که انجام میدی. فقط کسایی که آرایش میکنن نیازه پوستشون رو 2 مرحله‌ای پاک کنن. ضد آفتاب و همه آلودگی هایی که در طول روز روی پوست ما قرار میگیرن نیاز دارن عمقی تمیز بشن. در نتیجه ما هر شب چه آرایش داشته باشیم چه نداشته باشیم باید پوستمون رو 2 مرحله‌ای پاک کنیم. محصولات گرون بخرم چون محصولات گرون خیلی بهتر رو پوست جواب میده. گرون بودن یک محصول تضمین کننده کیفیتش نیست. مهم اینه که پوست ما به چه ترکیباتی نیاز داره و چه محصولاتی نیاز پوستی ما رو برطرف میکنن. من فقط وقتایی که آفتاب هست یا از خونه میخوام برم بیرون ضد آفتاب میزنم. برای چی بزنم تو خونه؟ اشعه‌های آفتاب از شیشم رد میشن. همچنین چراغ و صفحه مانیتورم میتونه باعث پیری پوست ما بشه. خب امشب رتینول بزنم که فردا هیچی چروک نداشته باشم. محصولات پوستی قرار نیست یک شبه روی پوست ما تاثیرات عجیب غریب بذارن. در نتیجه ما حداقل باید به هر محصول بین 4 تا 8 هفته زمان بدیم.